سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به دنیای پیچیده رسانه و هویت قومی. یه پژوهش جامعه شناختی خیلی جالب و تازه منتشر شده که میخوایم با هم بررسیش کنیم. چطور رسانه‌های مختلف، یعنی از همین تلویزیون خودمون گرفته تا نمیدونم شبکه‌های ماهواره‌ای و همین شبکه‌های اجتماعی که هممون توش هستیم، روی نگاه سیاسی یه گروه قومی خاص تو ایران، یعنی قوم تالش توی استان زیبای گیلان اثر میذارن. به طور مشخص‌تر میخوایم ببینیم این رسانه‌ها چه نقشی دارن توی اون چیزی که بهش میگن قومگرایی سیاسی. منبع اصلیمون هم یه مقاله است که همین امسال 1403 توی نشریه رسانه و فرهنگ چاپ شده. عنوانش هست مطالعه جامعه شناختی تأثیر رسانه بر قومگرایی سیاسی قوم تالش. هدفمون اینه که بفهمیم خب یافته‌های اصلیش چی بوده، کدوم رسانه‌ها بیشتر تأثیر داشتن و چرا اصلا این موضوع مهمه، نه فقط واسه تالش و کلاً واسه درک جامعه متنوع ایران. شاید جالبترین نکته همین اول کار این باشه که برخلاف چیزی که فکر میکنیم، این تحقیق میگه رسانه‌های داخلی، حتی مذهب، مثل اینکه نقش خاصی توی این گرایش سیاسی بین تالشان نداشتن. خب پس بیایم ببینیم ماجرا از چه قراره. دقیقاً، این پژوهش واقعاً یه پنجره جالبه. نشون میده که توی این دنیای پر از رسانه امروز، هویت‌های قومی چطور با این پیام‌ها، مخصوصاً پیام‌های رسانه‌های جدید، دارن تعامل میکنن و خب این تعامل چه اثری روی گرایش‌های سیاسیشون میذاره، مخصوصاً توی منطقه مثل گیلان با اون تنوع قومی فوق‌العاده‌اش. خیلی خوب. قبل از اینکه بریم جلوتر، شاید بد نباشه یکم روی خود این اصطلاح قومگرایی سیاسی مکث کنیم. یعنی چی دقیقاً؟ فقط اینکه آدم فرهنگ و زبون خودش رو دوست داشته باشه؟ سوال خوبیه. نه. ببینید، قومگرایی سیاسی یه چیزی فراتر از صرفاً یه حس تعلق فرهنگیه. حتی فراتر از ترجیح اقتصادی واسه همقومای خود آدم. همونطور که توی این پژوهش هم اشاره شده، مثلا با ارجاع به نظریه‌های اسمن و اسمیت، قومگرایی سیاسی یعنی یه گروه قومی آگاهانه و هدفمند وارد میدون سیاست میشه. هدفشون هم اینه که با ابزارهای سیاسی، مثلا رای دادن، حمایت از کاندیداهای قومی، نمیدونم تشکیل انجمن یا حتی حزب قومی، روی تصمیمهای دولت اثر بذارن، منابع بیشتری بگیرن و خلاصه جایگاه سیاسی و اجتماعی گروه خودشون رو بهتر کنن. آها، یعنی هویت قومی عملاً تبدیل میشه به یه ابزار سیاسی؟ دقیقاً، هویت قومی میشه یه پلتفرم واسه کنش سیاسی. اتفاقاً پژوهش به یه تمایز جالبی که هویت مطرح کردم اشاره میکنه بین قومگرایی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی. تاکید داره که اینجا تمرکز اصلی روی همین نوع سیاسیه. متوجه شدم. پس بحث سر سیاسی شدن هویته. خب حالا بریم سراغ خود تحقیق. چجوری انجام شده؟ روش کار چی بوده؟ کیا رو بررسی کردن؟ این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده، یعنی محققا یه پرسشنامه دقیق طراحی کردن و رفتن سراغ یه نمونه‌ای از جامعه آماریشون. جامعه آماری هم حدوداً 430 نفر از هموطنان تالش ما بودن تو استان گیلان. بالای 15 سال سن داشتن و توی شهرستان‌های اصلی تالش نشین مثل تالش، فومن، آستارا، سومسرا اونجاها زندگی می‌کردن. و چطور مطمئن شدن این 430 نفر واقعا نماینده خوبی هستند؟ خب از فرمولای آماری استاندارد استفاده کردن، مثل فرمول کوکران واسه حجم نمونه و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای. بعدش هم خود پرسشنامه رو از نظر اعتبار و پایایی، یعنی اینکه سوالا واقعا همونی رو بسنجه که باید و نتایجش قابل اعتماد باشه، با روش‌های آماری بررسی کردن. جزئیات فنیش خیلی مهم نیست. مهم اینه که تلاش کردن کار علمی و دقیق باشه. یه نکته خیلی مهم دیگه هم هست که شما هم اشاره کردید اولش. منطقه تالش گیلان خیلی متنوع. فقط تالشا نیستن. ترک، گیلک، تات، کرد همه هستن. درسته. حتی خود تالش ها هم از نظر مذهبی دو دسته هستن، شیعه و سنی. این تنوع کار تحلیل رو سخت‌تر میکنه، ولی خب همزمان اهمیت فهمیدن این دینامیک های هویتی رو بیشتر هم میکنه. کاملا. این تنوع خودش یه داستانه. خب بسیار خوب. حالا میرسیم به قسمت هیجان انگیز، یافته‌های اصلی. آخرش این تحقیق چی به ما گفت؟ کدوم رسانه‌ها واقعاً روی این قومگرایی سیاسی تالش‌ها اثر داشتن و کدوم‌ها نه؟
اینجاش واقعا جالبه و شاید یکم هم غیر منتظره. یافته اصلی و کلیدی اینه که استفاده از کانال‌های ماهواره‌ای و همینطور شبکه‌های اجتماعی مجازی که اینجا مشخصاً تلگرام و اینستاگرام رو بررسی کردن، یه رابطه مثبت و مشخص با میزان قومگرایی سیاسی بین پاسخ‌دهنده‌ها داشته. یعنی چی؟ یعنی هرچی بیشتر از اینو استفاده می‌کردن، گرایش سیاسی قومیشون هم بیشتر بوده؟ دقیقاً، هرچی میزان استفاده از ماهواره و تلگرام و اینستاگرام بیشتر بوده، سطح قومگرایی سیاسی هم بالاتر رفته. آها. و کدومشون قوی‌تر بوده این ارتباط؟ شبکه‌های ماهواره‌ای از همه قوی‌تر بوده. بعدش تلگرام بوده که اونم ارتباطش معنیدار بوده. اینستاگرام ارتباطش ضعیف‌تر از اون دوتا بود، ولی باز هم از نظر آماری قابل توجه بود. پس میشه گفت ماهواره و تلگرام نقش اولو داشتن اینجا. خب حالا اون نکته غافلگیر کننده که اول گفتیم، در مورد رسانه‌های داخلی چی؟ صدا و سیما یا عوامل دیگه مثل مذهب و سن و اینها؟ دقیقاً. اینجاش واقعاً آدم رو به فکر فرو میبره. تحقیق نشون داد که استفاده از رسانه‌های داخلی، یعنی عمدتاً صدا و سیما، مذهب فرد، یعنی اینکه طرف شیعه باشه یا سنی، فرقی نمی‌کرده. سطح تحصیلاتش، سنش، حتی جنسیتش، هیچ کدوم از اینا ارتباط آماری معنیداری با میزان قومگرایی سیاسیشون نداشتند. یه لحظه، یعنی که یه فرد تالش، حالا چه تحصیل کرده باشه چه نباشه، پیر باشه یا جوون، زن یا مرد، شیعه یا سنی، حتی اینکه چقدر تلویزیون ایران رو میبینه، انگار هیچ تأثیری روی گرایشش به قومگرایی سیاسی نداشته؟ این واقعا خب خیلی با چیزی که معمولا فکر میکنیم فرق داره. آدم انتظار داره رسانه ملی نقش وحدت بخش داشته باشه یا تحصیلات آدم رو منطقی تر کنه مثلا. دقیقاً همینه. یافته همینه. و این شاید یکی از مهمترین نتایج این مطالعه باشه. اینجاست که سوال پیش میاد، خب چرا این عواملی که ما فکر میکنیم اثر دارن، اینجا واسه این گروه انگار بی اثر بودن؟ خب حالا سوال اصلی همینه، چرا ماهواره و شبکه‌های اجتماعی اینجوری تاثیر میذارن ولی رسانه ملی یا مذهب و تحصیلات نه؟ محققات چی میگن در این مورد؟ محققات چند تا توضیح احتمالی رو مطرح میکنن که به نظرم خیلی روشنگره. اول در مورد ماهواره و شبکه‌های اجتماعی. حرفشون اینه که این رسانه‌ها مخصوصاً واسه گروهایی که حس میکنن تو رسانه‌های رسمی صداشون شنیده نمیشه یا درست نشون داده نمیشن، که انگار قوم تالش تو این تحقیق این حس رو داشتن، یه جور فضای جایگزین میشن. فضای جایگزین. بله، فضایی که توش راحت‌تر میتونن در مورد هویتشون، فرهنگشون، زبونشون، مشکلاتشون حرف بزنن، حتی اگه حس تبعیض یا محرومیتی دارن اونجا بیانش کنن. این پلتفرم‌ها مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی ارتباط‌های درونگروهی رو خیلی قوی می‌کنن و میتونن آدما رو دور هویت و مطالبات قومیشون جمع کنن. این یافته‌ها با چند تا نظریه معروف رسانه‌ای هم جور در میاد. مثلا نظریه کاشت میگه اگه آدم مدام یه جور محتوا ببینه کم کم باورش میشه. یادگیری اجتماعی میگه ما از دیدن بقیه تو رسانه‌ها یاد میگیریم. و اون استفاده و رضایتمندی؟ آفرین. و استفاده و رضایتمندی که میگه ما خودمون فعالانه دنبال رسانه‌ای میریم که نیازهامون رو برآورده کنه. انگار تالاش‌ها تو این رسانه‌ها چیزی پیدا میکنن که جای دیگه نیست. یه سری ایده های جدیدتر هم هست، مثلا کارهای هلن مارگتس در مورد نقش دیده شدن توی فضای مجازی. وقتی آدما میبینن بقیه هم مثل اونا فکر میکنن، راحت‌تر وارد عمل سیاسی میشن، حتی اگه کوچیک باشه. خیلی جالب این پیوند با نظریه ها. خب حالا اون طرف قضیه، چرا رسانه‌های داخلی ناموفق بودن؟ چرا اونا بی اثر بودن؟ پژوهش خیلی صریح میگه که رسانه‌های داخلی حداقل واسه قوم تالش تو این مطالعه نتونستن اون نقشی رو که انتظار میره، یعنی نقش تعدیل کننده یا همگرا کننده رو بازی کنن. دلیلش چی بوده به نظرشون؟ دلیلی که محققا با احتیاط مطرح میکنن یه جور بی‌توجهی و غفلت این رسانه هاست. یعنی به اندازه کافی و منصفانه به قوم تالش، فرهنگشون، زبونشون، مشکلاتشون نپرداختن.
خب وقتی یه گروه حس کنه تو آینه رسانه ملی خودش رو نمیبینه یا خیلی کلیشه‌ای و سطحی نشون داده میشه، طبیعیه که اون رسانه دیگه مرجعیت و اثرگذاری زیادی روی نگرش‌هاش نداشته باشه، مخصوصاً نگرش‌های هویتی و سیاسیش. این با پژوهش‌های دیگه‌ای که از تمرکزگرایی فرهنگی تو صدا و سیما انتقاد کردن هم میخونه پس. بله دقیقاً. با کارهای دیگه‌ای مثل کار جمشیدی‌ها و زمانی تو سال 98 هم همراستاست. و نکته آخر در مورد بی اثر بودن مذهب و مشخصات فردی، اینکه شیعه یا سنی بودن، سن، جنسیت، تحصیلات، هیچ کدوم فرقی ایجاد نکرده، این خودش خیلی مهمه. چرا؟ چی رو نشون میده؟ میتونه نشون بده که این گرایش به هویت قومی و پیگیری خواسته ها از این طریق یه چیز نسبتاً فراگیر بین بخش‌های مختلف جامعه تالش. یعنی فقط مال یه گروه خاص، مثلا فقط کم سوادا یا فقط جوونا یا فقط سنیا نیست. انگار یه حس مشترکی هست که فراتر از این دسته‌بندی‌ها عمل میکنه. این تحلیل‌ها واقعاً کمک میکنه تصویر روشن‌تر بشه. ولی آیا روابط پیچیده‌تری بین خود این رسانه‌ها هم بررسی کردن؟ مثلا اینکه اینستاگرام خودش چقدر تاثیر داره یا فقط باعث میشه آدم بره سراغ ماهواره؟ بله دقیقاً. برای اینکه این روابط رو دقیق‌تر ببینن، از یه روش آماری پیشرفته‌تر به اسم تحلیل مسیر استفاده کردن. این روش نشون میده تأثیر مستقیم یا غیر مستقیمه، یعنی از طریق یه واسطه. نتایج این تحلیل هم چند تا نکته جالب دیگه داشت. اول اینکه تایید شد که ماهواره و تلگرام هر دو تأثیر مستقیم و مثبت روی قومگرایی سیاسی دارن. یعنی استفاده بیشتر از اینا مستقیم این گرایش رو بالا میبره. البته تأثیر ماهواره قوی‌تر بود. خب دوم و این خیلی جالبه، اینستاگرام به خودی خود تأثیر مستقیم معنیداری روی قومگرایی سیاسی نداشت. اما نقشش غیر مستقیم خیلی مهم بود. یعنی چطور؟ یعنی اینجوری که استفاده بیشتر از اینستاگرام باعث میشد آدما بیشتر برن سراغ هم ماهواره و هم تلگرام. اون دوتا هم که گفتیم تأثیر مستقیم داشتن. آها. پس اینستاگرام مثل یه جور دروازه ورودی عمل می‌کرده. دقیقاً مثل یه کاتالیزور یا دروازه‌ای که آدما رو هل میداد به سمت اون رسانه‌هایی که تأثیر مستقیم تری داشتن، یعنی ماهواره و تلگرام، و از این راه غیر مستقیم به تقویت قومگرایی سیاسی کمک می‌کرد. این نقش واسطه اینستاگرام خیلی قابل توجه بود. چه نکته ظریفی واقعاً. پس خود اینستاگرام شاید محتوای مستقیما قومگرایانه نداشته باشه، ولی آدمو میبره جایی که اون محتوا هست. به نظر میرسه همینطوره. در مجموع هم وقتی تأثیر همزمان این سه تا رسانه، ماهواره، تلگرام، اینستاگرام رو تو مدل نهایی تحلیل مسیر دیدن، فهمیدن که این سه تا با هم حدود 10-11% از کل تغییرات توی قومگرایی سیاسی رو توضیح میدن. خب این 10-11% خیلی زیاده یا کمه؟ ببینید نشون میده که این رسانه‌ها نقش مشخصی دارن. نمیشه نادیدشون گرفت. ولی خب یعنی حدود 90% بقیه‌اش به عوامل دیگه‌ای مربوطه که تو این تحقیق بررسی نشده. مثلا شاید وضعیت اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، یا نمیدونم نقش نخبه‌های محلی و خیلی چیزای دیگه هم مؤثره. ولی سهم این رسانه‌ها هم قابل چشم‌پوشی نیست. بسیار خوب. تصویر کاملا روشن شد. این یافته‌ها و تحلیل‌ها در مورد قوم تالش تو گیلان خیلی جالب و قابل تأمل بود. اما حالا سوال اینه که این حرفا چه اهمیتی واسه شما شنونده عزیز داره؟ چرا باید به تأثیر رسانه روی یه گروه قومی خاص توی یه استان اهمیت بدیم؟ پیام بزرگترش چیه؟ این سوال کلیدیه واقعاً. اهمیتش خیلی فراتر از قوم تالش و گیلانه. این تحقیق در واقع یه مطالعه موردیه که یه پدیده خیلی بزرگتر و جهانی رو داره به ما نشون میده. پدیده‌ای که توش رسانه‌های جدید، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌های فرامرزی دارن تبدیل میشن به بازیگرای خیلی خیلی قدرتمند توی شکل دادن به هویت‌های ما، چه فردی چه گروهی، از جمله هویت قومی. این رسانه‌ها نه تنها به هویت‌ها شکل میدن، بلکه گاهی تقویتشون میکنن، مرزهاشون رو پررنگ‌تر میکنن و حتی به سیاسی شدنشون دامن میزنن. این چیزیه که تو خیلی کشورهای دیگه با جامعه‌های چند فرهنگی هم داریم میبینیم. یعنی یه روند جهانیه؟ بله میشه گفت. متفکرای بزرگی مثل مانوئل کاستلز در مورد عصر اطلاعات حرف زدن و اینکه این رسانه‌های شبکه‌ای چطور هم میتونن ما رو وصل کنن هم جدا. یا از بحران نمایندگی تو دموکراسیا گفتن و
اینکه گروه‌های مختلف دنبال تعریف جدیدی از خودشونن، یا مثلا هلن مارگتز از آشفتگی سیاسی حرف میزنه که نتیجه سرعت و دینامیک رسانه‌های اجتماعی و روی رفتار سیاسی ما و حتی ثبات سیاسی اثر میذاره. این پژوهش تالاش انگار یه نمونه کوچیک و ملموس از همین روندهای بزرگ جهانی رو تو بستر ایران نشون میده. و مشخصاً برای ایران چه اهمیتی داره با توجه به تنوع قومی خودمون؟ دقیقاً. برای ایران با این تنوع قومی و فرهنگی فوق‌العاده‌اش و خب با اون تاریخچه فراز و نشیب تو روابط اقوام و مرکز، فهمیدن این که رسانه‌ها چه داخلی، چه خارجی، چه قدیمی، چه جدید، چطور دارن با این هویت‌ها کار میکنن خیلی حیاتیه. اینکه چقدر روی حس تعلق یا عدم تعلق گروه‌های مختلف اثر میذارن، چطور میتونن باعث همگرایی بشن یا واگرایی. این مطالعه به ما یادآوری میکنه که بازنمایی توی رسانه‌ها یه بحث تئوریک و الکی نیست. یعنی اینکه چطور نشون داده میشیم تو رسانه؟ بله. اینکه یه گروه قومی چطور تو رسانه‌ها نشون داده میشه یا اصلا دیده میشه یا نه، میتونه نتیجه‌های خیلی واقعی و ملموس روی فکر، حس و حتی رفتار سیاسی اعضای اون گروه داشته باشه. اگه این تاثیرات رو نادیده بگیریم، ممکنه بخشی از سرمایه اجتماعی و اعتماد شهروندانا رو از دست بدیم. کاملا موافقم. این نگاه کلانتر واقعا اهمیتش رو دوچندان میکنه. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی کنیم برای شما، این پژوهش روی قوم تالش تو گیلان نشون داد که استفاده بیشتر از ماهواره و شبکه‌های اجتماعی، مشخصاً تلگرام و اینستاگرام، مستقیما و غیر مستقیم باعث افزایش گرایش به قومگرایی سیاسی میشه. در مقابل، و این بخش عجیبش بود، رسانه‌های داخلی مثل صدا و سیما و عواملی مثل مذهب، سن، جنسیت و تحصیلات نقش معنیداری توی این گرایش سیاسی نداشتن، حداقل تو این جامعه آماری. تحلیل‌ها هم میگه که انگار ناتوانی یا بی‌توجهی رسانه‌های داخلی تو بازنمایی درست و کافی تالش‌ها فضا رو واسه اثرگذاری رسانه‌های جایگزین مثل ماهواره و شبکه‌های اجتماعی باز کرده. حالا اون نکته آخر که گفتیم برای فکر کردن بیشتر، مخصوصا برای شمایی که به این بحث و علاقه دارید. محققای این مقاله آخرش یه سری پیشنهاد دادن واسه سیاستگزارا و اهالی رسانه. پیشنهادایی مثل این که رسانه‌های داخلی، مخصوصاً استانیا، باید بهتر کار کنن، به تنوع قومی تو برنامه‌هاشون توجه کنن، از نخبه‌ها و چهره‌های محلی استفاده کنن، جشنواره‌های فرهنگی بذارن و اینها. خب اینا در نگاه اول خیلی منطقی و خوب به نظر میاد. درسته. اما یه سوال عمیق‌تر اینجا پیش میاد. با توجه به یافته اصلی همین تحقیق که میگه رسانه داخلی الان واسه تالاش‌ها بی اثر تقریباً تو این زمینه، آیا همین راهکارهای پیشنمادی که بیشتر روی بهبود عملکرد همین رسانه‌ها از بالا به پایین تمرکز داره به تنهایی کافیه؟ یعنی میتونن موفق بشن بدون اینکه به اون دلایل ریشه‌ای‌تر رفتن مردم سراغ رسانه‌های جایگزین، دلایلی مثل حس شنیده نشدن، دیده نشدن یا حتی حس تبعیض که ممکنه زیر پوست ماجرا باشه، به طور جدی و صادقانه پرداخته بشه؟ سوال سختیه. بله. به نظر شما یه بازنمایی واقعی با یه شمول واقعی تو سیستم رسانه‌ای یک کشور متنوع مثل ایران چجوری باید باشه؟ چطور میشه هم انسجام ملی داشت، هم حس تعلق و دیده شدن رو تو دل همه گروه‌های قومی و فرهنگی تقویت کرد؟ این یه سوالیه که جواب ساده‌ای نداره و شاید خیلی فراتر از این پژوهش خاص نیاز به یک گفتگوی خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر تو جامعه ما داره. دقیقاً. سوالی که همه ما چه به عنوان شهروند، چه مخاطب رسانه، چه سیاستگزار باید بهش فکر کنیم. امیدواریم این بحث امشب یه جرقه‌ای زده باشه تو ذهن شما برای این فکر کردن بیشتر.